دوباره ماه بدر شد چرا نمی آیی؟ دوباره ماه دیگر شد چرا نمی آیی؟ پرنده های مهاجر بلانه برگشتند، دوباره چهچه سر شد چرا نمی آیی؟ جهان اندیشه های است، هم با تفکر شاعرانه است، با ترکیب عباره های شعرش فرق میکنه. من گمان میکنم که تا به امروز کسی از بزرگ صابر پیروی کرده باشد حتی با پایانترین درجات ایجادی اون نرسیدند. شعر وی میخوانی همون گمان میکنی که همون فیض آباد، همون در او تل و تپه های فیض آباد که آیا دوری بهاره همون به یاد میرسد. غیر از این گرجدانین بزرگی و وطن. تاجیکستان هر کجایی رفتم از آغوش تو، دامنم را من تکیدم ره به ره در هر قدم، پای خود را افشانده رفتم از زمین سرزمینی کم زمینم، پا به هر جای نیادم گردی خاکی را گرفتم بر سری میچگان، تا به صحرایت فشانم خاکی صحرایت شود یک ذره بسیار. تاجیکستان میکنم شکری کم و بسیاری تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزاری تو. از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است. سرنوشت او، زندگی او به تاریخ ملتش، به فرهنگ ملتش سخت علاقه دارد، چون که بزرگ از قعر تاریخ سخن میکند. هرچی او از مال دنیا داشت داد، خطه بلخ و بخارا داشت داد، سنتی والای و دیوان داشت داد، تخت سامان داشت داد. دشمنی دانشگدایش دانش سینا گرفت، دشمنی به سنتش دیوان مولانا گرفت، دشمنی صنعت فروشش صنعتی بهزاد برد، دشمنی به خانهش در خانه او جا گرفت. داد و از دست گرز رستم و سهراب را، بربرانی ناتوانی را توانا کرد و نام خود را همچو گوری رودکی از یاد برد، قاتلانی خیش را مشهور دنیا کرد او. یک таҳаввулоти бузурги солҳои 60-70 асри гузашта овардан дар назми муосири тоҷик ба истилоҳ шеъри нави тоҷик. тамоми иҷодиёташ барои халқ нависта шудагӣ, бо забони халқ нависта шудагӣ, фаҳмҳо нависта шудагӣ. афсӯс ки имрӯз мо хайрхуш мекунем бо бозор. ман шахсан бозора хеле хуб мешинохтам, солҳои дароз дӯст будем бо ҳам. фикр мекунам ки коре ки бозор кардааст барои аслиҳои асли мо натиҷаи нав будан хоҳад дод.